درود بر همراهان عزیز پیج کندیار. در خدمتتون هستم با ادامه توضیحات در مورد نحوه اپراتوری کردن با ردیاب‌ها، مخصوصا ردیاب استیل. همونطوری که توی کلیپ قبل خدمتتون عرض کردم، من با ارتقا دادن ردیاب‌ها و انجام تست ها قصد بر ایجاد یک نیروی محرکه خودجوش و داخلی از سمت ردیاب هستم که باعث بشه ردیاب به صورت خودجوش به سمت اهداف حرکت بکنه و تاثیرات ذهن اپراتور کمتر بشه. کم کم با اضافه کردن این گزینه‌ها به ردیاب‌ها حالت دازینگ محو میشه و ردیاب‌ها عملکرد بهتری و ساده تری خواهند داشت. دلیلی که من این ردیاب رو ساختم اینه که یکی از رازهای موفقیت در مناطق باستانی سنس حفره هستش. یعنی وقتی یک اپراتوری بتونه حفره رو واقعا شکار بکنه، نقطه دقیق حفره رو مشخص بکنه، به هر حال موفقیت اتفاق میفته. قدم بعدی اینه که درون اون حفره تست فلز بکنید و اگه جواب مثبت بود، حالا هر فلزی که میخواد باشه بهتره که شانس خودتون رو امتحان بکنید. بنابراین راز موفقیت سنس حفره هستش که باعث شد من این ردیاب رو به این طریق و این گونه بسازم که قدرت کشش به سمت حفره بیشتری داشته باشه. من با اضافه کردن میدان مغناطیسی در قسمت پشت ردیاب افزایش میدان رو در این قسمت ایجاد کردم و جلوی ردیاب که هم دارای سیم پیچه و هم دارای مواد، همچنین دارای آنتن تلسکوپی به دنبال افت میدان بره. افت میدان همون حفره هستش. شما آنتن رو باز میکنید، طول آنتن شما در حالت باز شده حدود 1 متره. بنابراین شما یک میدان مغناطیسی دارید که طول اون 1 متره. توی این حالت که یک میدان مغناطیسی به طول 1 متر باشه، 5 برابر بزرگتر از خودش حاله بیضی شکل میده. در واقع میشه 5 متر مربع و باز هم 5 برابر بزرگتر شار مغناطیسی میده که میشه حدود 25 متر مربع. من برای بررسی یک سازه وارد یک باغی شدم و میخوام این محدوده رو با ردیاب خودم بررسی بکنم. ولی قبل اینکه محیط رو بررسی بکنم، میخوام یه توضیحاتی رو خدمت شما عزیزان بدم. فرض کنید که میخواید با ردیاب خودتون یک محیطی رو بررسی بکنید، مثلا یک زمینی به متراژ 1000 متر. اگه دنبال هدف بزرگی هستید، میتونید زمین رو به تعدادی لاین تقسیم بکنید، دقیقاً مثل حالت اسکن کردن. زمین رو به تعدادی لاین تقسیم بکنید و توی این لاین ها تعدادی پالس رو در نظر بگیرید. توی این حالت شما میتونید با نظم و دقت بیشتری اون زمین رو بررسی بکنید. و همچنین موضوع دومی که بسیار مهمه که این موضوع نیازه که روی تابلو هم خدمتتون توضیح داده بشه، اینه که هر چقدر نقاط پالس شما از هم دیگه فاصله بیشتری داشته باشه، شما هدف بزرگتری رو میطلبید. من دارم در مورد ردیاب حرف میزنم. این شیوهی که خدمتتون عرض میکنم تستیات و تجربه خودمه و شاید هیچ کسی تا به حال به این موضوع اشاره نکرده. به خاطر همین که این موضوع رو به خوبی بفهمید، من زمینی رو انتخاب کردم که میشه این موضوع رو اونجا بهتر درک کرد. خب عزیزان، فرض کنید که شما برای بررسی یک زمینی وارد اون میشید، مثلا حدود 1000 متر مربع، یعنی 10 متر طول داره و 10 متر عرض که میشه 1000 متر مربع. وقتی میخواید یه همچین زمینی رو بررسی بکنید، نسبت به هدفتون و نسبت به عمقتون میتونید زمین رو به قسمت‌هایی تقسیم بکنید. مثلا توی این زمینی که عرضش 10 متره، ما میتونیم 2 تا لاین 5 متری رسم بکنیم به صورت ذهنی و توی این 2 تا خط نقاط در واقع مسیرگیری رو بررسی بکنیم. ردیابی که شما در دست دارید دقیقاً